سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم ببینید این شیرینی معینی پور رو با چه چیزایی میتونیم خوشمزه‌اش بکنیم. نفر اول ویدیومون آقای شایان هستن، نفر دوم ویدیومون آقای حسین. گرفتیم سوختی حسین. بریم ببینیم با چه چیزی میتونن این شیرینی معینی پور رو واسمون از همیشه خوشمزه ترش بکنن. بریم. تو رستوران فقط چی؟ فقط سناقم پناقم مناقا؟ نناقم. سوالتون چی بود؟ به ناکن میگم اگر پرسیدن این چیه میگیم برای ضربان قلبه. واسه ضربان قلب. آره. خب از رو لباس. از رو لباس یورو که نمیدونه. ما میریم داخل میگیم ضربان قلب. آقا اینا واسه ضربان قلبه. یادتون باشه ضربان قلب. البته قلب من مردم ایرانن که میخوان از ما حمایت کنن. این هایپر ببینیم چه چیز خوشمزه‌ای بچه‌ها میتونن پیدا بکنن. تضادتون چیه تا اینجای کار؟ این برد تو اینه که بهت نگم دیگه. میری ازم کاپی میکنه. خب ولی یه چیزی درست میکنم که کرکوپرت بریزه. اینا قول میدم طعم بعدی معینی پور اینی باشه که من درست میکنم. شما چی؟ مثلا چیزی که دیدم خاک انداز. آقا فکر خوبی نخورید، کالری خوبی نداره. بریم ببینیم چی پیدا میکنم بریم بچه‌ها. آقا. چی؟ به من به تا صدات میاد. اینا همبرگریش کنم با اینا. ایوه ملت الان نگاه کنم میگن اینا خل شدن. جای آب میوه من چند سری امتحانش کردم. فوق العاده مزخرفه. خب آها ببین این از همه آشغال. انگشتت کو. اینش امتحان نکردم. انگشتت من گم میکنم یه لحظه اینه. خیلی عالیه. عالیه. بله درست میگه. بله. نه یه دونه من خودم حساب میکنم. نه مکسی چیه بابا فیل کن. ما با هم دیگه صحبت کردیم آقای شایان. آقا باشه تو بعد حساب کنی. 3 تا کرده بادوم زمینی، شکلات، توت فرنگی. کدومش؟ ما اول ویدیو یادمون رفت این قراره با هزینه زیر 30,000 تومان جمع بشه. 20 تومن 30,000 تومان 10 تومن هم اضافه تر دیگه منطقیه. تو اینو با 10 تومن میتونی اینو جمع کنی؟ من که جمع کردم لکسی برداشتم. یکی دیگه هم جا دارم. به چجور را میره؟ چجوری؟ خب به نظر چی بگیریم خوب در بیاد. بیا اینجا. آقا من تصمیمم گرفتم. اون تو 2 حالت خوشمزه میشه، یا با همون شکلات بیشتر یا یه چیز مربا طوری. به اونا نگاه کن. نگاه. کدوم؟ اونا بالایی خیلی خوشگله. ارزون دارم اصلا. نه من این چیزه یه میخوام. همه تعامشم هست. نه اون قیافش معلوم نیست. نه این توش معلومه. نه اونم معلومه. نه اون خوبه، اون موسویه. من میدونم. آره جنسش خوبه. آره منم خوردم. تبلیغ نشه. این صدا سانسورش کن. گفتم موسویه. این اکبریه. بچه‌ها کره توت فرنگی. کره توت فرنگی. مراسم. نه اون شکلات رو بردارم 50. آقا اینو نمیذارم من انتخاب واقعیمو بکنم. آقا نمیشه معینی پور رو به عنوان پیش غذا مثلا در نظر بگیریم یا پس غذا؟ پس غذا منظور دسر. آره مهندس. پس غذا. ایوه منم خیلی فکر کردم دیدم واو تیرامیسو. نیفتی. نه تیرامیسو نه. زود بمیرم. اوه یاداش خیلی بهت فشار اومده. آها دنت 20,000 تومان. بد نیست. آقا یکم از خودتون یه چیزی بذارین وسط. خوب آوردم از اینجا. تو داری برمی‌داری. میخوام خودم کرم کارامل و تیرامیسو. داداش حالا من حساب میکنم تهش با تو. اوکیه. داشت تو کارت نیوردی. دیگه من یه آب میزم بگیرم.
بریم آقا سمنو نزنیم. سمنو من فکر کردم این کن این میفته سمنو باید نیست. بزن بارون خیسم کن. وای اگه بستنی برداره رفته تو پاچم شایان. کفته رقمش 80 دوره. چرا تو باید موینی پور بخری 20 تومن بعد 80 تومنش بستنی بخوری؟ خب 20 تومن چقدر قیمت های بستنی ها زیاد شده. بچه ما خیلی پول داریم، بحث اینه که هر جایی خرجش نمی کنیم. منطقی میگه. اینو بذار من بندازم. اینه تمام آقا بریم حساب کنیم ببینیم بچه‌ها چه چیزی واسه ما در آوردن دیگه. من کار واسم پیش اومده. ها موز نگرفتم. موز برای چی میخوای معجون درست کنی؟ شایان بستنی مورد علاقه توت فرنگی. باقلوا دوست دارم. تو توت فرنگی دوست داشتی. باقلوا هم بدی نمیگه. بگیریم؟ نه بریم. خیلی نه قاطعانه‌ای گفت. کل زندگیمو برای گفتن این نه داشتم تلاش میکردم. خب آقا ما خریدامون انجام دادیم، داریم میریم بیرون. شاید بیا ببینیم بچه‌ها چیکار میکنن. چه بیرون؟ یه جا میریم دیگه، حالا کجاش مهمه مگه؟ جایی مد نظر داری؟ میتونیم بریم رو کاپوت منطقیه نشینیم. ما باید تا اون ته واسیم تا بتونیم خوراکیامونو بخوریم. اینو گرفت. حالی ساله الان میگه بیفته. داره سینه میزنه؟ نه سرودش غمناک بود. صدا میاد اینجا. دو روز هم برو دیگه. کجا برم شما؟ نه خوراکی دست توی نرو. همینجا میمونیم. نفر اول لیستمون آقای شایان، ببینیم چی میخواد واسمون درست کنه. درست کن ببینم. اوه کلا برگر زیادی دوست داره. یه چیزی اصلا بهش دقت نکردم. دوکیان نسبت به موینیپور کوچیکه. آره من این تو ذهنم بود، نخواستم بگم امتیازش واسه من بشه. جایزه بذاریم واسش. خیر حال نمیده که. دقت کردید از اولش حسین میگه نه؟ ضد حال کلا. خب یه ذره بزرگ شد ولی خب ببینمش. شبیه همبرگرهای تبلیغاتیه. اون گوشتش زیاده. آره احساس کنم یه چیزی اضافه است. ای بابا میره پایین. مکسیم هست ولی خوب. اونو گرفتی خودت بخوری دیگه با من. من زیاد نیستم یکی. خب اونو بگیرش. برگرشو داشت باد میبرد. خب آقا نفر اولمون بریم سراغ نفر دوم که خودمون. بیا بریم بسخواهی میکنم. من از هر چیزی که اینجا دارم میتونم استفاده بکنم و موینیپورمو درست بکنم. اول موینیپور رو می‌داریم. بازش میکنیم. داشت موینیپور چرا توده‌ایه؟ صداشو در نیار نداشتم. من تزم مربا بود و به نظرم این با مربا چیز باحالی میشه، چون همیشه اینا شکلاتشون کمه. گفتم حالا این سری شکلات نذارم به جاش مربا بذارم. پس چرا اینا شکلاتشون کمه؟ موینیپور شکلاتش زیاده. چهارمیه که خریدیم خوردیم شکلاتش کم بود. چون توده مربامون رو باز میکنی. من ببین منطقی گفتی. فقط یه مشکل کلا یه توت فرنگی داره گنده وسطش. آقا روال کاری من اینطوریه. چه روال مسخره‌ای. تمام شد؟ آره اینو فقط باید در بیاری بخوری. خیلی خلاقی تو. لطف داری. خیلی باحال میشه. واقعا دوست داشتم یه بار اینو تست. پس یعنی یه لحظه وایس ببینم. الان این مال شایانه. ما این جرکینگ. این کشتی تایتانیک بود. بله. آریانه. خلاقیه. و باشه این هنره. آقا حالا نوبت منه. ببین ناکن. من میخوام خلاقیت رو وارد بازی بکنم. بستنی داریم و یه دونه دنت شکلاتی. از اونجایی که کرم شکلات پیدا نکردیم دنت شکلات گرفتیم. خب کرم شکلات پیدا کردیم. گرون بود. ما هیچ دغدغه مالی نداریم بچه‌ها. شماره حساب میادیم بالا برای کمک به خیریه. حتما این شماره رو وارد کنید. خب آقا
من میخوام یه ابتکار به خرج بدم. اونو که می‌بینی هیچ کاری نکرده. چی؟ برگره؟ این یکی که کشتی تایتانیک این که اصلا هیچی اینو که بهترینش همینه تا تایتانیکه. الان. کامنت ها بگه این چیه؟ این ماینیپوره؟ چیه؟ ماینیپوریه که چی شده؟ آقا حالا منم ببین نکن اینو اینجوری میندازیم جرش میدیم. شکلاتش میخواد زیاد کنه دیگه مشخصه. ببین اینجوری چقدر شکلاتش کمه. ببینم خب اینو میگیریم. ببینم چیکار نه با دندون داری باز بهداشت حرف اول واسه حسین میزنه. خب ببین بسم الله الرحمن چه غلطی بکنم بشه. خب شکلاتش الان اندازه شد. آره مهندس دندون تو بزنم بیار جلو. بس اینم چرا آب شد دست؟ امضای کارشونه. اصلا بستنیشو یادم رفت. خب همشو نریز من میخوام ادامهشو بخورم. ادامهش تو کپشن. خب و اینم از این. نه کپشن. آقا اینم معینی پور منه. بذار کنار بقیه معینی پورا. خدایی جذاب ترینشون این نیست. نه خدای به من نکن شکلات داره بغلش میریزه. داشت همون یه تیکش فقط بستنی داره. به نظر واسه من شایانم که من بگم خود ماینیپور خوبه. نیاز نیست من چیزی اضافه کنم. اونا رو ور میداریم مثلا. اصلا مشخص نیست پشیمون. ولی شایانی آب میوه هم داره. آره با اونا من میخوام جدا بخورم. خب بچه‌ها خفگیر اومد سراغمون. آقا بریم سراغ تست کردن. بریم آقا بریم ایول. تست کردن ماینیپور. تازه داریم ضبط میکنیم. بچه‌ها فقط این ماینیپور مونده. آقا مال من گویا برنده شد بابا سانی خیلی خوبه. ثابت این همش کن. آنچه گذاشت. این بهترین نشون. آقا اینا خالی شد. آقا جدی ما 20 دقیقه است داریم حرف میزنیم. رو ثانیه رو و دقیقه 3 دقیقه 2:44 داره گیر ضبط کرده بود. میکنه. آره. واقعا نبود. نه واقعا نبود. آره دیگه خوب بودم. آقا خدایی بهترین ترکیبی که پیدا کردیم این بستنی بود که من خریده بودم. آقا دم همگی گرم تا اینجا اومدید. بیا از من بگید من باید تشکر کنم از بچه‌ها. بودو از من. دم همگی. آقا دمتون گرم. آقای شایان سلام. این شیرینی معینی پور کوفتی سه نفریم حسین شایان. این خوبیش چیه؟ من و بچه‌ها جدا شدم ولی میکروفون اونا هنوز وصله. از هر چی بگن من توی ویدیو نهایی میفهمم. حالا ببینیم چی دارن میگن دیگه. یه خیلی خوبم. اونا باشن. نمیدونم. بچه‌ها خب صدای منم تو ویدیو میفته. دقیقاً همینو گفتم. هنوز هیچی بر هر چی نداشتم. گفتم تو روشم میگه. ولی ببین رو صورت من هر چی گفتم تو روشم میگم مشکلی نداره. بریم انتخابمون رو بکنیم انتخاب کنیم ببینیم چی می‌خوایم برداریم. چی؟ میتونیم فارسی همون گم شده بریم. گم شده.